واسه بچهای بدبختیه که یه چیزی شبیه هنر میخونه. از اونجا که این وسایل عقبم معلومه همشون واسه یه جوجمانه. ساعت هم الان 7:40 صبح، هوا خیلی سرده، ولی دیگه اصلا روزای قبلی واقعا نتونستم هیچی بگیرم، به خاطر اینکه واقعا 2 هفته نان استاپ فقط داشتم کار میکردم، یعنی حتی غذام نمیخوردم، فقط کار میکردم، فقط معماری، همین. ولی دیگه امروز داریم میریم دانشگاه، گفتم شما رو با خودم ببرم، از سختی های معماری بدونید و یک مقداری ببینید که اصلا جوجمان چجوری میگذره و چجوریه و اینا، چون واقعا خفنه، یعنی خیلی خفنه، خدا وکیلی آدم عشق میکنه. با اینکه دهنت سرویس میشه ها، ولی اون آخرش اون نتیجه داشت یه دستی چجوری دنده. ولی امروز روزیه که آدم لذت میبره، میزنه همه چی رو به دیوار، آخیش تموم شد دیگه. امروز واقعا فقط میخوام برم بخوابم، بیام دانشگاه برم بخوابم، همین. بریم. رسیدیم، حالا واسهتون بازم ویدیو میگیرم. از سخت‌ترین قسمت‌های روز جوجمان اینه که تو صبح روز جوجمان نباید پرینتاتو بگیری، چون که هیچکی شب جوجمان نمیخوابه و همه تا صبح کار میکنه و تا صبح کارشون تمام میشه. خلاصه جوجمان دارین نذارین صبح، برید شب قبلش همون نصفه رو شده حتی پرینت بگیرید، یا اگه اونم نشد نه این اون دم دانشگاهی پرینت بگیرید، برید دم خونتون پرینت بگیرید. چون شو من به شما نصیحت، من یه پیر شدم، موی سفید کردم تو این راه، تو این رشته، تو این مسیر. یه خود دانیم هیچ بدبختی نیست، فقط ما بدبخت واقعا اومدیم، هیچ کی دیگه نمیاد دانشگاه، اما باید بیاین. قشنگ سانشاین داره میزنه تو چشمم، کورم میکنه. بریم آقا، این وضعیت کثافتیه. بریم دیره. این مرحله واقعا مزخرف‌ترین مرحله است که باید بشین منتظر. بابت نور بعد معذرت خواهی می‌کنم، یکی از دست رفت و اینجا کم کم همه داریم از دست می‌ریم، به جز یه سریه که جلسه تشکیل دادن. این وضعیت ما و وضعیت دانشگاه. بچه دیروز خودم رفتم درست کردم، بعد قبلش واکیتو رو درست کردم و اومدم خونه دوباره اومدم این بهش اضافه کنم، همش چسب 1 2 3 شد و به عاقلانه 500 تومن هم رفت. وقتی عاقلانه رفتن برای کلاس بیرون کردن، من دارم یه کلاس دیگر دارم از این پسره. حالا باشه بلند نکن وقتی که شما با کسی حال نمی‌کنی.
خوشگل. از کیک مال کیه؟ کیک آوردن. سلام، چطوری؟ خیلی کاراشون قشنگه. اصلا قشنگه کاری ما نیست. آخرین روزهایی که این ساختمون ماییم. بعد از یک استراحت کوتاه مدت بریم که کارامون رو جمع کنیم. ظهور کردم. خستم از این زندگی. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ امروز خیلی روز تمام شد. آزاد شد. رها شد. تموم شد. ما باور نکردنی و عجیب. یه سورپرایز هم واسهتون داریم میریم یه روزه یه جا. این کار منه. عکس درست حسابی نگرفتم. اون چیزو استوری میکنین؟ بس که با بالاخره من اومدم خونه بعد از یه روز واقعا سخت. روز که نه، 2 هفته 1 ماه سخت واقعا. من قیافم خیلی داغونه چون واقعا خستم، ولی الان بریم یکم استراحت کنیم. واقعا میخوام بخوابم، فقط دیگه بخوابم که عصری کلی کار داریم و قرار بریم زبان. آره دیگه من برم بخوابم فعلا. خیلی دیرم شده. اصلا فکر نمی‌کردم تو زندگی اینقدر دیرم میشه. ایناست که بعده چقدر نورم میده. ولش کن. بریم چه برسیم. It just reminds me of those group dancers who dance together and shake their body with each other. That's beautiful. Manipulators. Great. Whereas quality newspapers contain more serious news. خب آقا، در ادامه کار دیشب که مثلا من بعد از کلاس واقعا دیگه جونی برام نمونده بود که بخوام فیلم بگیرم، ولی امروز در ادامهش اومدیم ناخونامون رو خوشگلاسیون کردیم و اینکه هم دیگه این ویدیو رو هم دیگه همینجا تموم کنیم و امیدوارم که خوشتون اومده باشه دیگه. لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنیم. من برم تا ویدیوی بعدی.